رکنهای اساسی دولت صاحب استقلال زبان ملی آن است. زبان در پایداری دولت ملی نقشی بارز را اجرا می کند. از این رو هر دولتی که می خواهد قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خیش را تحکیم بخشد، قبل از همه باید نفوذ زبان ملیش را گسترش دهد. بله، زبان ملی یک از نشانه های اساسی ترین هویت ملی است. بنابر همین از زمانهای قدیم تا این روز زبان همیشه در عرصه مبارزه های بسیار شدیدی هم سیاسی و هم مبارزه های فرامنطقوی قرار داشت. خصوصاً در تاریخ نوترین زبان در شکل گیری دولت‌های ملی اهمیتی مهم پیدا کرد. از آن زمانی که زبان همچون وسیله مبادله افکار در جامعه به میان آمد، همچون بهترین گوهر گنجینه هستی، گنجینه‌دار دیوان، سردفتر دیوان مورد ستایش قرار گرفته است. بنابر اطلاع عالمان، سلطان شاعران شرق ابو عبدالله رودکی با زبان فارسی تاجیکی 1,300,000 بیت آبدار آفریده است که خوشبختانه آن برای ما و برای همزبانان ما که در کشورهای همسایه زندگی میکنند کاملا فهما و دسترس است. داستانسرای مشهور جهان حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه بیزوال خود را که از 60,000 بیت عبارت است با زبان ناب شیوای فارسی تاجیکی به رشته نظم کشیده است. اکثریت اثرهای پیر علامه مشرق زمین ابو علی ابن سینا توسط کلام ناب تاجیکی سروده شده است. ما تاجیکان ملت خیلی خوشبخت هستیم که زبان کهن بنیاد و بسا غنی داریم. این زبان، ثروت‌های بی‌پایان این زبان طول هزار ساله های قدیمه به وجود آمده از جانب سخنوران اهل علم و ادب پایدار و استوار مانده است و با کوشش و زحمت‌های دانشمندان فرزندان فرزانه ملت پاک و بی‌آلایش نگاه داشته شده است. با کوشش فرزندان فرزانه ملت زبان تاجیکی از ورطه رهایی نجات بخشیده شده. امروز در ردیف 3 زبان دنیا از جمله انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی قرار دارد که این باعث خرسندی و افتخار صاحب زبانان می باشد. با کوشش و غیرت‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حامی زبان دولتی محترم امام علی رحمان، زبان معاصر ما در دوران صاحب استقلالی شکوه و شهامت کلاسیکی خود را از نو به دست درآورد. زبان تاجیکی از زمره زبان‌های قدیمه جهانی است که راهی خیلی دور و دراز و پرخف تاریخی را طی نموده دوره‌های باستان و میانه را از سر گذرانید و بیش از 1000 سال در دوره نو قرار گرفته تا به امروز اصالت خود را از دست نداده است و نقش زبان نیز همچون مهمترین وسایط بین انسان‌ها بزرگ است. شرایط تقاضا می‌کند که در رابطه با زبان‌های مختلف مهمترین مسئله‌های علم زبانشناسی به طور عمیق آموخته شوند تا غناوت و امکانیت زبان در تحکیم و گسترش علاقه‌های گوناگون بین انسان‌های معاصر به طور مفید و ثمره بخش استفاده گردد. در حقیقت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در اکثر سخنرانی‌های خودشان پیوسته تاکید می‌نمایند که نسل جوان، طبقه‌های گوناگون جامعه باید بجز دانستن زبان مادری باید کمش 2-3 زبان خارجی دیگر را از بر نمایند. همزمان در سخنرانی‌های سرور دولت بارها تاکید شده است که واژه‌های وطن، مادر، زبان و پرچم واژه‌های مقدس هستند.
و همزمان سروری دولت تاکید میکنند که برای آموختن زبانهای خارجی دیگر مخصوصا نسل نورس و قشرهای دیگر جامعه باید زبان مادری خود را بهتر دانند و در سطح اعلی دانستن زبان مادری این اساسی آموختن زبانهای دیگر محسوب می‌یابد. در این مورد متفکری بزرگ آلمان گیوته گفته بود که برای آموختن زبانهای بزرگ دنیا 4-5 سال کفایت میکند، ولی برای آموختن زبان مادری 1 عمر کمی میکند. به همین معنی اشاره کرده میرزا عبدالقادر بیدل فرموده بودند: یکی از فهم حقایق دمزنی خاموش باش، یکی از فهم حقایق دمزنی خاموش باش، عمرها باید که دریابی زبان خویش را. عالمان، ادیبان، سخنوران در مورد زبان مادری خیلی سخنهای زیاد گفتند. از جمله در این مورد به خاطرم سخنهای نویسنده معروف داغستان رسول غمزتوف میرسد که در کتاب مشهورش داغستانی من در حق زبان مادری خیلی صمیمی حرف زده است. و در یک مورد به زبان مادریش مراجعت کرده چنین گفته بود: زبان مادری من، نمیدانم تو از من راضی هستی یا نه، ولی من با تو زنده ام و از تو افتخار دارم. چنان که آب زلال چشمه از قعر تیره زمین به سوی آفتاب به سوی سبززار می براید، مانند همین الفاظ زبان مادری من هم از قعر دلم به زبانم می آید. محمد اقبال لاهوری گفته بود که گرچه هندی در عذوبت شکر است، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است. سخنوری دیگر تاکید میکند که چو با آدمی جفت گردد پری، چو با آدمی جفت گردد پری، نگوید پری جز به لفظ دری. همه این بیت های خوانده شده تاکید بر آن میکنند که اساسی آموختن زبانهای دیگر قطع نظر از آن که کدام زبان است، روسی، انگلیسی، خیتایی و یا دیگر آلمانی، خوب دانستن زبان مادری است. بله. نسل نورس باید که برای خوب اسود کردن ثروت‌های زبان مادری باید اثرهای بدیعی خوانند به این زبان، چون که ثروت‌های زبان همه گونه زبان مادری از همه بهتر و بیشتر و خوبتر در زبان اثری بدیعی عکس می‌یابند. استاد ارجمند، شما از رسول غمزتوف یادآور شدید. من میخواستم که این لحظه اندیشه شاعر توانای ملت تاجیک میرزا ترسونزاده را یادآور شوم. زبان ما خیلی استوار، ما امروز هم اشعار رودکی را از نسخه اصلش خوانده میتوانیم. در حقیقت وقتی که ما به زبان اشعار کلاسیکا نظر میکنیم، برای نسل امروزه هم درک و فهمیدن معنی و مطالب گفته های آنها دشوار نیست، چون که اکثر واحدهای لغویی که آنها به کار بردند معنیشان برای خواننده امروزه خیلی فهم است. توجه کنید، استاد رودکی فرموده بودند هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان، دانش اندر دل چراغی روشن است و سم بد بر تن تو جوشن است. بنابر همین عنعنه برای نسل امروزه فهما بودن زبان مادری همان، ثروت‌های این زبان این دیرینه است. هنوز از زمانهای کهن سخنوران کوشش به خرج دادند که مطلب‌هایی که آنها به خواننده میرسانند برای نسل‌های گوناگون دسترس به فهما باشد. سخنوران امروزه هم البته همین عنعنه را ادامه داده ایستادند. از جمله استاد میرزا ترسونزاده شعر و داستان‌های این شاعر زبردست برای دایره وسیع خوانندگان فهما و دسترس می باشند. آنها کوشش میکنند که مطلب‌های خود را
در بهترین شکل و قالب به خواننده رسانند. خواننده برای درک مطلب‌های آنها یگان دشواری نکشد، به لغتنامه‌ها مراجعت نکند. البته در موردهای ضرورت برای فهمیدن کلمه‌های الهیده‌ای که کلاسیکان ما استفاده کردند، بین آن مناسبت بعضی عنصرهای لغوی دایره استعمالشان محدود شده از استعمال برآمدند و به خواننده امروزه اگر نافهم‌ها باشند، در اختیار ما فرهنگنامه‌های خیلی گوناگون هستند که خوانندگان می‌توانند معنی کلمه‌های الهیده را از آنجا دریافت نمایند. روند جهانی شوی از یک جانب باعث انکشاف و رشد زبان‌های ابرقدرت گردد، اما از جانب دیگر برای زبان‌های کم نفوذ مانع نیز ایجاد می‌کند. بنابراین در چنین حالت تنها صاحبان زبان می‌توانند زبان مادری خود را از خطر جهانی شوی نگه دارند. حفظ این مدنیت معنوی، پاس داشتن و از نسل به نسل در شکل ناب و بی‌آلایش انتقال نمودن آن وظیفه مقدسی هر فرد جامعه محسوب می‌یابد. زبان رکن اساسی دولت و پایه هستی ملت است. همان خلقیتی که زبان کم کرده است محکوم به نابودی است. کدام ملتی که به زبانش احترام نمیگذارد، کدام ملتی که به زبانش بی‌اعتباری و بی‌اعتنایی کرده است، این را تاریخ ثابت نموده است که از عرصه تاریخ نامش پاک شد، از بین رفت. خوشبختانه زبان تاجیکی از زبان‌های مقتدر جهان است. ساختاری گراماتیکی و ذخیره لغوی خیلی بزرگ دارد و تاریخی بسیار طولانی دارد و ما از تاریخ گواه هستیم که بسیار در موردی از بین بردن زبان تاجیکی، در موردی از بین بردن تاریخ و فرهنگ و ادبیاتی که با این زبان نوشته شده است، کوشش‌های زیاد شده است از جانب سلاله‌ها و امپره‌های گوناگون، ولی خوشبختانه زبان تاجیکی تا این زمان پایدار است و ملت ما را، هستی ملت ما را تامین کرد و امروز زبان دولت تاجیکان و مردم تاجیک صاحب دولت خود گردید، صاحب حکومتی سیاسی خود است. خب زبان تاجیکی یکی از زبان‌های قدیمی دنیاست که سرچشمش میرسد به زبان اساسی هندو اروپایی و برای بسیاری از زبان‌ها، برای بسیاری از خلقیت‌ها، برای بسیاری از ملت‌ها همچون زبانی تمدن، زبانی فرهنگ خدمت کرده است. خوب زبان تاجیکی زبانی است که با این معتبرترین تاریخنامه‌ها، بزرگترین اندرزنامه‌ها، با این یکی از مقتدرترین، یکی از فراگیرترین ادبیات جهان نوشته شده است. برای همین این خوف نابودی زبان تاجیکی امروز وجود ندارد. امروز زبان تاجیکی در زادگاه اصلی خودش زبانی یکی از دولت‌های رسمی است، که از دولت‌های متمدن است، که از دولت‌های است که صاحب هم تاریخ، هم ادبیات و هم یک سروری بسیار عاقل و خردمند است. شما همگان آگاه هستیم که پیشوای معظم ملت دایره اندیششون بسیار فراخ است و با این نگاهشون به تمام جنبه‌های زندگی از جمله به زبان تاجیکی با فراگیری سبق تاریخ، نبض امروز و دورنمای آینده است. خب این پیشوای ملت، خدمت‌های پیشوای ملت و پشتیبانی پیشوای ملت رو در نسبت به زبان تاجیکی در چند جوده ما میتوانیم شاهده کنیم. یکی از آنها این همیشه در گفتارشون محترم پیشوای ملت امام علی رحمان در همه گفتارشون از زبان محافظت میکنند و همیشه تاکید میکنند که زبان در پناه دولت و دولت در پناه زبان است و در مورد زبان تاجیکی پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن زبان تاجیکی، در موردهای خوب حفظ زبان تاجیکی و با همین شهامتش به نسل‌های آینده واگذار نمودن زبان تاجیکی بسیار خوب سخن‌های پرتاثیر گفتگی هستند و مخصوصا زبانشناس، عالمان سمت زبانشناس رو موظف کرده هستند که برای غنی گرداندن ذخیره لغوی زبان تاجیکی همچنین در همین شهامت و در همین شیوایی و روانیش نگاه داشتن اون چاره‌های مشخص اندیشند. دوم جنبه پشتیبانی پیشوای ملت این قبول قانون ها است. مخصوصا در جمهوری تاجیکستان قانون عمل میکند درباره قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان که از لحاظ حقوقی زبان را، معیارهای زبان را چی میکند؟ حفاظت میکند.
جنبه دیگرش این برای بلند برداشتن مدنیت نطقی همه قشرهای جامعه از جمله جوانان این تشکیل آزمون‌ها است. مثلا میگیم آزمون فروغ سوپی دانایی، آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من، آزمون شاهنامه خوانی که در سطح جمهوری با اینقدر جایزه‌های گران ارزش برگزار می شود، این هم یک تاثیر بسیار چی است؟ بلند، تاثیر بسیار مثبت است، تاثیر خوب میگذارد برای بلند برداشتن مدنیت سخن. از عصر 10 زبان ادبی تاجیک تکمیل یافته است، زیرا اهل ضیا، علم و ادب چنان آثاری گرانمایه باقی گذاشتند با این زبان که گمان است در خلق و ملت‌های دیگر چنین شاه اثرها آفریده شده باشد. علل خصوص شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. این گونه اثر با زبان تاجیکی فارسی در دوام 1000 سال اصالت زبان ما را گرفته آمد. نقش زبان در رشد ادبیات نیز خیلی نظررس است. واقعا وقتی که ما به زبان ارزش‌های آن نظر می‌افکنیم، هیچ چیز به زبان افاده کرده نمی شود، بیان کرده نمی شود. از جمله ادبیات، خواه ادبیات کلاسیک تاجیک، خواه ادبیات معاصر یا نوین تاجیک را نگاه میکنیم، همه اندیشه ها، همه اثرها محض توسط زبان افاده خود را می‌یابد. بنابر همین هم سعدی بزرگوار آن را همچون کلیدی در گنج صاحب هنر نامیده است. بنابر همین امروز ادیبان ما محض توسط زبان همه اندیشه های خودشان را بیان میکنند، به توسط آن اثرهای خودشان را ایجاد میکنند، شعر مینویسند، غزل ایجاد میکنند، داستان و مثنوی میسرایند. بنابر همین هم همین اندیشه ها، جهان باطنی آنها، همین صنعت آنها، هنر سخنوری آنها به توسط زبان افاده می شود. بنابر همین هم امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان به زبان اعتبار مخصوص میدهند و برآمدن قانون زبان تاجیکی نیز همین دستگیری ها و پشتیبانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی را نسبت به زبان افاده می کند. به واسطه اثری پیشوای معظم ملت، زبان ملت هستی ملت ما را تلقین می سازد که برای تازگی زبان تاجیکی کوشش نمایی، مخصوصا آموزگاران وظیفه دارند که برای حفظ زبان، برای تازگی زبان کوشش نمایند و دانشجویان را از جمله آموزگاران مکتب میانه طالبان را، یعنی طلبگان را برای حفظ زبان تاجیکی، برای بهتر از خود کردن زبان تاجیکی تلقین نمایند. مخصوص محفل ها باید تشکیل کرده شد که در آنها، در این محفل ها زبان تاجیکی، مقام زبان تاجیکی، بزرگی زبان تاجیکی برای طلبگان، دانشجویان تلقین کرده شود. آنها زبان مادری خودشان را پیش از همه خوب دانند، آن را از خود کنند در برابر آموختن زبان‌های دیگر که در تمام پیام‌های پیشوای ملت آن تلقین می شود. چون که هر نفری که اول به زبان خود زباندان می گردد، دانستن 100 زبان آسان می گردد. بنابر همین هم ما باید آموزگاران کوشش نماییم که در ذهن خوانندگان خود، در ذهن دانش اندازان پیش از همه زبان تاجیکی را تلقین کنیم، آنها را آموزانیم و ترکیب لغوی آنها را با بایگری زبان، ترکیب لغوی آنها را قناوت بخشیده باشیم. چون که دانستن زبان این پیش از همه دانستن گذشته خود، امروزی خود و فردای خود باید باشد. واقعا وقتی که ما به ادبیات نظر می‌افکنیم، محض چون که در بالا گفتیم ادبیات توسط زبان افاده خودش را می‌یابد. بنابر همین هم نقش زبان در ادبیات خیلی بزرگ است. چون که زبان امکانیت‌های خیلی وسیع دارد و همین زبان را تکمیل بخشیدن، توسعه بخشیدن از ادیبان خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. بنابر همین هم وقتی که ما اشعار فرزانه را میخوانیم، اشعار آذرخش را میخوانیم، اشعار مثلا گلنظر را میخوانیم، اشعار میرزا ترسنزاده، آنهایی که در ابتدای ادبیات نوین ما میستادن، ابوالقاسم لاهوردی، لایق شیرعلی و بازار صابر، دیگر گلرخسار، دیگر شاعران را میخوانیم. واقعا آنها محض به واسطه همین زبان
اندیشه های خودشان رو بیان کردن و برای قناوت ترکیب لغوی ما، برای قناوت زبان خیلی زحمت های زیاد کشیدن. وقتی که مثلا به واسطه به اشعار فرزانه من بسیار توجه زیاد دارم، وقتی که میبینم خیلی خیلی کلمه های نوساخته که فرزانه ایجاد کردن، در شعر خودشان استفاده کردن، در غزل های خودشان، در نوع گوناگون شعری که فرزانه ایجاد میکنن، محض توسط زبان اینقدر کلمه های نو، افاده های نو، عباره های نو را آفریدند که هر یکی آن توسط زبان، توسط چی گوییم ساختن، یعنی طرز اصول های، یعنی ساختن کلمه های نو، افاده های نو بیان شدن. وقتی که ما میخوانیم واقعا هم کلمه های بسیار سیر ترکیب را معلم استفاده کردند که همه این توسط زبان و امکانیت های آن در شعر استفاده شده است. بنابر همین هم زبان در تکامل ادبیات و ادبیات در تکامل زبان خیلی خدمتی شایسته دارد، یعنی آنها به همدیگر تاثیر متقابل دارند. بنابر همین هم زبان به ادبیات و ادبیات به زبان وجود داشته نمیتواند، گوییم هم خطا نخواهیم کرد. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان جهت رشد و پایداری و فراگیری همه ساحه‌های حیات جامعه ما گردیدن این زبان خسته ناپذیرانه تلاش می‌ورزند. در همه انجمن‌ها و همایش‌ها، صحبت‌ها و پیش از همه مقدس‌ترین و والاترین ارزشی که از مادر به ما میراث مانده است، زبان مادری، زبان تاجیکی ما با افتخار سخن میگوید و تمام اهل جامعه را به ارج گذاشتن و این امانتی که مادر به ما میراث گذاشته است دعوت میکنند. باعث افتخار ماست که از منبر سازمان ملل متحد بارها زبان شیرین و شیردار تاجیکی بلند صدا دادند و از غزلهای مولانا جلال‌الدین بلخی و حافظ شیرازی جهانیان لذت بردند. امروز با زبان تاجیکی پارسی در 29 کشور جهان صحبت می شود. از 10 شاعر برتر جهان 5 نفر از آنها پارسی زبانند. زبان ادبی تاجیکی بدون مبالغه از شمار کمی زبانهای عالم است که از زمان صورت و قالب هستی گرفتن خود، یعنی بیش از 1000 سال مقدم تا به امروز، پاکیزگی و بی‌گزندی خود را از نگاه ذخیره لغوی، ساخت و شیواگی طرز بیان حفظ کرده آمده است. از این رو پاس داشتن زبان و احتیاط کردن زبان ملی بسیار ضرور است و می سزد که به نامگذاری های کوچه و مؤسسه ها و مغازه ها اهمیت جدی دهیم و زبان ناب خویش را پاس نگه داریم. خوب، در مورد نامگذاری ها خیلی سخن ها در وسایل اخبار عموم گفته شدند، خیلی برآمد ها کرده شدند، خیلی خوب نوشته های خطی هم ابراز شدند، ولی تا حال همین مسئله حل خود را نمی‌یابد و این مسئله خیلی مهم است. نامگذاری خوب هم کوچه و هم نامگذاری مثلا مغازه، نامگذاری مؤسسه ها، اون نوشتجاتی که در بین عامه هستند اون رو در نظر دارم. این چرا بسیار مسئله مهم است. اگر مسئله مهم نمیشد در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این مخصوص قید نمی‌گردید. الان ما آگاه هستیم که در مثلا ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان در زبان دولتی جمهوری تاجیکستان همین مسئله بررسی شده است و حتی مثلا پیامدهای حقوقی دارد این رعایت نگردیدن این مسئله ها. خب این چرا مهم؟ چون وقتی که یک نفر آموزگار تعلیم می‌دهد یا اینکه یک نفر سخنشناس یا یک نفر فیلولوگ در دانشگاه سخن میگوید، این برای دایره محدود است، اما اون شعار و آوازه ها برای دایره وسیع مردم هستند و تاثیرش برای مردم خیلی تاثیر منفی داره. بله این در بین جامعه است، همیشه تمام مردم می‌بینند و این چیزا متاسفانه به غلط عام برده میرساند. غلطی عام ما می‌دانیم که غلطی که اصلاح اون بسیار دشوار و حتی امکان ندارد بعضا.
برای همین من احترامانه خواهش میکردم از همه نفرانی که صاحب زبان هستند، از همین نفرانی که هستیشون بنیادشون با این زبان مربوط است، از همین نفرانی که این زبان از مادرشون به آنها میراث گذاشته است، برای پاک و به آلایش نگاه داشتن همین زبان به دغل گفتاری راه ندادن کوشش کنند و این با الفاظی فرض کردیم بیگانه همراه کردن، فرض کردیم در بین دو کلمه، یک کلمه روسی و یک کلمه اروپایی استفاده کردن، این مدنیت نیست. این زباندانی هم نیست. البته دانستن زبان خارجی خوب است، حتی اعلی است، اما زبان مادری باید حفظ شود. چرا تکرار به تکرار میگیم هستی ما از زبان ما وابسته است. پیشوای ملت هم بارها تاکید کرده هستند که زبان سیما و پیکر ملت است. برای همین زبان باید سیما باید زیبا و پیکر توانا باشد. اون پیکر برای توانا بودنش همه سرچشمه میگیرد از همین مردم، از خلق. چرا این زبان یک نفر و دو نفر نیست، این زبان ملت هست. زبان ملتی که خب هزارها سال این جانب مدنیتی خب جهان را گوییم چی کرده، تشکل داده است. برای همین با این زبان باید با احتیاط مناسبت کرد و مخصوصا از قشر جوان من خواهش میکنم که در معامله، در معاشرت باید حتما معیار زبان تاجیکی رعایت کنند. ما طلب نمیکنیم فرض کردیم که همه کاملا در کوچه‌ام با زبان ادبی گپ زنند، لااقل همون عنصرهای ارزش‌هایی که در محل خودشون است لااقل همون به زبان شیوگی خودش گپ زند که زبان تاجیکی باشد. بزرگان عالم در حق زبان بسیار گفتند و دوری معنی سفتند. زبان ادبی ما که در عهد سامانیان در مقام زبان دولتی تشکل یافته است، امروز در زبان دولتداری نوین نیز به حیث زبان دولتی قرار دارد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان: سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمان درد. چو به آدمی جفت گردد پری، نگوید پری جز به لفظی دری. از خدا چو سخنی نرم نداریم طلب، شمسان شعله آتش به زبان ما را بست. سخنی خوش حیات جان و تن است، دم عیسی گواه این سخن است. زهر بادا شیری مادر بر کسی که زبان مادری گم کرده است. زبان یکی از مهمترین عنصرهای هویت ملی و واسطه اساسی معاشرت در جامعه می باشد. در این میان زبان تاجیکی همچون زبان دولتی و مادری مردم تاجیکستان نقش بی‌نهایت مهم را در رشد ساحه‌های گوناگون علل خصوص در ژورنالیستیکا می باشد. ژورنالیستیکا آینه جامعه است. آن واقعیت را انعکاس می کند، افکار عامه را تشکل می دهد و با زبان به مردم خدمت می کند. زبان تاجیکی در رشد ژورنالیستیکای ملی نه تنها واسطه های انتقال اخبار بلکه همچون مایه تحکیم فرهنگ، یعنی که فرهنگ و ارزش های ملی عمل می کند. سالهای آخر با رشد واسطه های اخبار عامه و تأسیس تلویزیون، رادیوها، روزنامه و مجله ها و سامانه های خبری به زبان تاجیکی امکانیت های استفاده و تکمیل زبان افزایش، یعنی که تکمیل زبان افزایش یافته ایستاده است. ژورنالیستیکای تاجیک با استفاده درست زبان، یعنی که اصطلاحات های صحیح و اسلوب فهمو با تشکل زبان ادبی حاضر تاجیک یا زبان ادبی تاجیک سهم ارزنده گذاشته ایستاده است. علاوه بر این ژورنالیستیکای تاجیک برای غنی گردانیدن ذخیره های لغتی زبان، وارد کردن اصطلاحات معاصر و تحکیم معیارهای زبانی نو نقش نظررس دارد. این روند نه تنها زبان را زنده و فعال نگاه می دارد بلکه به اصطلاح نو امکانیت می دهد که زبان مادری خود را در شکل مکمل آموزند و استفاده برند.
همزمان در شرایط جهانی شوی و فراوانی خبرهای خارجی ژورنالیستیک تاجیک یک واسطه مهم زبانی و فرهنگی می باشد. آن به محافظت ارزش‌های ملی، زبان دولتی و رونق خودشناسی ملی مساعدت می کند. بدون زبان مادری رشد واقعی ژورنالیستیک غیر امکان است. پس حفظ، رشد و استفاده درست زبان تاجیکی وظیفه مهم هر یک ژورنالیست و هر یک فرد به حساب می رود. نقش عائله در رشد و نموی زبان به نهایت بزرگ است. محض کودکان، نورسان زبان را از عائله، از والدین می آموزند و من بعد تشکل می دهند. به نظر من نقش عائله در تکامل زبان، در آموزش زبان خیلی بزرگ است. چون که طفلی که به دنیا می آید اولین کلمه ها را از زبان مادر می آموزد. محض مادر است که به طفل سخن گفتن را می آموزند. همین الله می گوید سر گهواره نشسته. همین الله که در سر گهواره گفته می شود الله که در ذهن همین کودک، در ناخودآگاهی او الله که همین کلمه ها را، حرف ها، آواز ها را چی می کند؟ طرح‌ریزی می کند. بنابر همین هم نقش عائله در آموزش زبان خیلی بزرگ است. بنابر همین ما باید که در عائله ها به آموختن زبان، به آموختن اثرهای هم کلاسیکان و هم معاصران باید که اعتبار جدی دهیم. چون که وقتی که خود مادران، خود پدران از اهل مثلا کتاب میشن، خودشان کتاب میخوانند، روزنامه میخوانند، وقتی که مجله میخوانند، الکی همین کودکی که در همین عائله تربیت مییابد الکی به کتابخانه، به مجله، روزنامه شوق پیدا میکند. بنابر همین امروز در خانه های ما به جای اون ظرف های قیمت بها باید که مخصوص گوشه های باشد که در آنها کتاب و روزنامه، مجله بله حفظ کرده شود و کودکان ما از خردی به کتاب یک محبت پیدا کنند، کتابخانه را مشق کنند. بهوده است امروز پرزیدنت کشور ما اینقدر آزمون های جالب را راه اندازی نکردند. من آزمون فروغ سپیدانوی کتاب از آزمون مثلا شاهنامه خوانی که به نزدیک به تصویب رسید، همه این ما را وادار میکند که در عائله ها به آموختن همین اثرهای کلاسیکان و معاصران شروع کرده باشیم. به واسطه مثلا به مردم تاجیک پهن کرده شدن، یعنی تقسیم کرده شدن کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروف و امروز شاهنامه که الکی تقسیمش آغاز شد، این به واسطه همین از غمخواری های سرور دولت نسبت به مردم کشور، نسبت به کتابخوانی، کتاب آموزی، زبان آموزی آنها درک میدهد. چون که وقتی که ما کتاب میخوانیم زبان را هم خوب میآموزیم. وقتی که پدر و مادر اهل عائله به کتاب محبت پیدا میکنند، رو میآورند، میخوانند، فرزندای ما هم از پی ما میروند، آنها کتاب میخوانند، زبان میآموزند. چون که همین ادبیات، یعنی ادبیات هم گذشته ما هم امروزی ما به واسطه همین منبع اساسی آموزش زبان است. ما نه تنها زبان محاوره را باید دانیم، بلکه ما زبان ادبی گفتگویی را نیز دانسته باشیم. چون که وقتی که ما به زبان خوبی تاجیکی حرف میزنیم، بین همدیگر چی معاشرت میکنیم در عائله، و همین تاثیر باعث میشود که کودکان ما، فرزندان ما وقتی که به مکتب میروند، وقتی که به جمعیت وارد میشوند، همین زبان خوب، زبان ناب، زبان شیرین تاجیکی حرف میزنند و همیشه از زبان خودشان افتخار میکنند که تاجیک هستند. بله، بله، بارک الله. بله. این لحظه ها دانشجویان فاکولته زبان و ادبیات تاجیک را هنگام مشغولیت دریافتیم و با عشق و هوس وصف زبان مادری کردند که بسا گواراست. زبان واسطه معاشرت است. زبان واسطه مهمترین معاملات انسان است. زبان عامل دولت و ملت است. با زبان میتوان قلب‌ها را فتح کرد. عزیزترین گنجینه هستی این زبان مادری است. زبان دانه جهان دانه. زبان هستی ملت است. زبان رکن دولت است. زبان همیشه هویت و اصالت ملی را فراهم می آورد. زبان مفهوم جمعیتی است. در جمعیت پیدا می شود، در جمعیت رشد و انکشاف می یابد. پیشوای معظم ملت همچون
یک شخصیت ابرمرد دنیای سیاست احساس کردند که عمر ملت به عمر زبان وابسته است. زیرا امروز اگر تمام تاجیکان روی عالم با این زبان ناب تاجیکی سخن بگویند، پس ما با افتخار گفته می توانیم که با دستگیری ها و با هدایت ها و دعوت های حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، این زبان بی زوال و عصرهای عصر جاویدان خواهد ماند.